داداشم، آره میدونم خیلی سخته. گرونی، بیپولی، بدبختی، حرف مردم. ولی با همه اینا یه چیزی هست که ما با اون زنده ایم. اون اسمش امیده. میدونی چرا ما با همه این چیزا هنوز زنده ایم و داریم لبخند میزنیم؟ چون ما یاد گرفتیم با یه نون ساده هم دلمون خوش بشه، با یه لیوان چای آروم بشیم و با یه سلام گرم حالمون خوب بشه. ما آدمای عجیبی هستیم. توی سختی به همدیگه کمک میکنیم، توی فشار لبخند میزنیم و توی تاریکی دنبال یه روزنه نوری. حالا که خسته شدی تنها نیستی، چون ما هممون توی یه قایق وقتی با همیم غرق نمیشیم. پس امروز یه سلام ساده بده. یه سلام به دوستت، به مغازه‌دار محل، به راننده تاکسی، چون همین سلاماست که دنیا رو قشنگ